با سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان. امروز سراغ درس بعدیمون، درس 5 از I can talk about appearance، در مورد ظاهر صحبت میکنه. خب در اینجا ما حالا قسمت مختلف صورت و بدن رو داریم که اینجا توی درس آورده و به اینو میپردازیم. خب اولی که he's got broad shoulders and this is well built، میگه شونه‌های خیلی پهنی داره و well built، خوش فرمه. he is tall and skinny، بلند و لاغر طولان، اسکینی هم که خودتون میدونین. but he is in good shape، اما یه اندام خوبی داره، یعنی از تناسب اندام خوبی برخورداره. he's got thick eyebrows and a stubble. he's dark skinned. خب این ابروی کلوف و تحریش داره. he's dark skinned یعنی پوست سوخته شده، پوست سیاه توری. حالا متضادش رو گفته روشن or pale skin، یا پوست رنگ پریده، هم بهش میگن پوست زرد و رنگ پریده. he's quite plump، کاملا چاق و چله است. with a fattish face، با یه صورت چاق. he's clean shaven، کاملا تر تمیز کرده کلهشو. and bald و تاسه. he has a scar on his head، و چند تا زخم روی کلش داره. he's going bald or he's losing his hair or his hair is receding، داره تاس میشه، داره موهاش از دست میده، یا داره موهاش میکشه عقب‌تر، داره میره عقب‌تر. یعنی با پیشونی بوده، receding یعنی عقب کشیدن، پس رفتن است. خب glossary male، men and boys are male, women and girls are female. well built هم که گفتیم with a solid strong body، میشه stocky مترادفش. skinny هم که خیلی لاغر but not in an attractive way، نه خیلی جذاب. in good or bad shape، یعنی از لحاظ فیزیکی تو شرایط خوب یا بدیه. plump هم که گفتیم چاق و چله. clean shaven هم که تمیز، stash without a beard or stashes. خب female appearance، حالا ظواهر خانم ها رو. this is my mother at 27 when she was pregnant. خب این مادر 27 سالشه موقعی که من حامله بود. in fact she was expecting me، در واقع من رو حامله بود. she had a pretty roundish face with a beautiful smooth skin and long hair، و یه صورت گرد و زیبا با پوستی صاف و موهای بلند داشت. here's my mom now، she looks tanned، الان برنزه شده. he's still slim with a good figure، یکم لاغر هست و با یه اندام مثلا خوب. figure معنای اندام، جسم، پیکر. her appearance hasn't changed much، خیلی تغییر نکرده ظاهرش. but she's got a few wrinkles، چند تا چیر و چروک برداشته. she's going gray، داره جوگندمی میشه موهاش. and her hair is much shorter and neater، کوتاه‌تر و تمیزتر هم هست. she wears contact lenses and you can tell that she's nearly 60. لنز میپوشه، لنز چشم میپوشه و نمیتونی بگی که نزدیک به 60 سالشه. خب اینجا این نکته هست، spotlight ISH
این پسوندهای صفت ساز هستن ISH ها، مثل مثلا فرش، راوندش یا تالش، یانگش، بوش. مثلا اینجا راوندش، تالش اینجا صفت میسازه. پس این نکته رو هم داشته باشیم که ISH از اون پسوندهای صفت ساز هست. خب اینجا pregnant لغات قسمت گلاسری لغات رو داره، میگه pregnant, pretty, smooth, skin, tanned, slim که توی متن خوندیم و معانیش رو هم گفتیم بهتون. figure, appearance, go gray or white or go white یعنی سفید شدن یا جو گندمی شدن. go gray وقتی میخوایم بگیم my hair are going gray, my hair his hair is going white. need contact lenses tell something. need خب تمیز از کانتاکت لنز همون چشم لنزهای چشمی بود. خب بریم از درس امروزمون. امیدوارم که به خوبی استفاده بکنید و خوشتون اومده باشه.